می از این کونه می سچرخواه افتاده فکر نشده سکو خدای با خونه برای این جمع نداشتیم سر سبزن نکن با برای این انا کو کلمت رازی کو گلگی رازی ای کو بودک او بند شد با جون سه چرخه او بشکستک خب یک دمه برازو بیا من سعی بکنه که بوجی برای نبودک بوجی برای اینجا برای سکیل مفتاد برای اینجا بوستوندی کو برای اینجا خب میگم این بند شد به سه چرخه بدون سه چرخه لواسی خب ای بشکست بیا آمدم ای کو نب ای بودک ای از اون روز بشکسته بود تو نگفته که این سکیلک بسوار نشو تو که بیا من عباس گیلگیر بند شدک به جون سه چرخه یک دم ایمان سعی میکنیم بوجی برای این نیه به ترک سکیل یعنی سکیل کلمت رو هم بشکستوندی گلگیرم با خدا یا پیش من نزد چری عباس چپ کن نزد چپ کن دل بخون چک میکنه دیرم خب این هم بشکستم خب برای اینجا چه اشتباه افتاد من ندیدم کور بودی پشت سر خونه نگاه نکردی آره کوریم یعنی برای اینجا هم اشتباه افتاد کجا بابا به خونه هم برو که تو هم تیار کنم برو باشه برو خبر بده کلمت رو موتور من بشکستیندی تو نگفته این موتور من ندا ای خدا من چی بدبختی ها چرا ما به هر راه میرم و نوال بی سمریم این چه بکاره این تنیمه این تنه خود با برو مزیر تیاری کنم هر کاری که بکردم اون کار به پایان نرسوندم کل گناه از این سرم پیر مادر منه فهمیدی هر وقت که ما بمرم خوب هر وقت ما بمرم من میگم من بمردم اما کل گناه از این سر پیر مادر منه با من نگفتن که تو برو عقل کمال یاد گیر اگه با من میگفتن تو روز اول عقل کمال یاد گیر نال عقل کمال یاد بگیریفتم چری بوجی برای این پیش ما بفتدی چرا گریه میکنه با سکل تربا به زمین زده نه چه کار شده باز برای اینجا پیش من گم شده چه کار شده بوجی برای با بینا خود تو جواب پیر خود چی میدی نمیفهم عباس ای که روزگان با بابا بگه آخه او کخه و گنال بیدار شد به خدا تو تا دم مرگ میزن آخه تو خبر نداری خصلت از او کجا کنم عباسی که به چی میگه مشته برو مرجع کنم ری کردی ری نمیکردی دیگه میخدش یک پیاله چای میخورد رو اعصاب خو میام تو دیگه میزدی نه ها گناه به گردن شما نه چرا به گردن نباشه بفهمیده چرا با من روز اول عقل کمال یاد ندادیم شما پیر من آخه به ماچت ری نکردی چرا نخوندی ما چه دادم عقل کمال یاد میگیره چه کار میکنه سبق هرچی برفتم این نبینیار خوندم بابا کیه بابا خزین یک دقیقه با خزین یک دقیقه گوم گساله زایده بابا چیکاره؟ میگم آخر این بچه شما چی میشه؟ آخر بچه چیکار شده و چی؟ همین ما بگین که آخر این گیلک چی میشه؟ خب نه چیکار با شده؟ با شما نگفتم که این سکیلک ما دستی ندین چیکار کرده سکیله؟ میگه چیکار کرده؟ خب من چی فهم که چیکار کرده؟ اون روز هم دستی بدیدم که تو سکیل من سوار نشی بابا رفته که 1500 دست نانیمه که برای این بخره خب برای اینجا من ترک سکیل پیش بافتاده گیر موتور من هم بشکستانده کیلومتر هم بشکستانده بوجی برای اینجا هم بافتاده ترک سکیلیو برای شما چی کردم؟ شما نگفتی سکیل ما دست نده تو چی میگی تو؟ حالا خودم کجایه؟ اونو به دست گریه میکنه تو خبر صدا کو؟ به چی کردم؟ چه پس موتور ما دست نمیده تو خبر صدا کو که من تو پرسان کن که چکار کرده ای؟ خدا نگاهی را خدا چکار کنم خودی از دیگه من پالبردگارا چرا نخوندی؟ تا سعی کردیم بجستی برات او بنزین رفتی برات کاغذباد رفتی برات از رفتی چرا نخوندی؟ خدا نجستو عظمی میرو تا من پنجشنبه دیگه بیا بریم استقلاله بریم صبر کن بیدار شدم پیار تو به سرایم با خونه بریم حسابینم خراب نشد چی بگم حیات من برم نه حواس شما باشه اگه میشه مسئله میگیری ولی گپ نده سکو نه چی بگم نه سکو
کلمه سکیل باش کسونه گلگی سکیل و باش کسونه کمی تلفاک ما طول اشتگی خواهی سکیل بخو خریده بود سکیل نو چی تیار کرده؟ او بس شخه شد بیا باش برو خیلی خیلی پیش بیا خبر غم نبر بیا بریم بخونه بریم آنه جناب علی سلام علیکم عقله بخورین تو با کی دیگه ما به شما عقله یاد دم بسونه بگی بریجی بیا بردی بخیر بیا بردی بخونه بردی چی کردی؟ همین تو می آمدم بابا ازو بر یک فرغونی بودک تای سوری کای بودک ازی برم یک به سچرخه بیامد از کوچه لواس می آمد گلگیر سکیل ازی بند شد به سچرخه دروغ نک به زمین زدی گلگیر سکیل بند شد به سچرخه گلگیری بشکست انا تا شدم که گلگیر راسته کنم سعی میکنم پشت سرم بجی برین نیه من چکار کنم خودی تو یکی نیم از داری بپیل به دست تو دون که تو بجی بنیج من دور نمیکنه بیاری تو چی به سر میاری؟ بلخشیدی بیده مثل که بس کرده بودی؟ نه اینجا تنه به کجا می ایسته تنه نه تو تنه خود خوب بگو خود تو نگو تو تنه به خود خوب را از سکیل نمگه تو چه سکیل شکستونی؟ کیلومتر شکستونی؟ گردن به بعد شهرون اول کیلومتر ندیش خوب کار کردم برو دیگه وقتم برو وقت برو که چه خوب بچه بیم گردم نشده من چه روز سیاوستان خود کنم دست شما دیوانه که باشدم سودایی باشدم چی در بمرده بابا چی کردی؟ یک بوجه برنجه بسر آوردن نمیتونن چی بکارم ای فنان بزینا ای فستان بزینا کسو از میگم زن نمو بده خوشی نشده سکیل بس به زمین زده چی خواه پیش مفتاده دیگه لا اله من از بیشتر سی کفری نکن سودایی شد نه دست شما مدر بچه ها دیونه جان نکردیم به شما شهر نمیدیم میخریدیم خودی خود میآوردیم و تلفن چهار که چیزی بینیم آخه چکار شده ای تو ببینیش تو چیزیه قطع کمان از شطور بلندتره خب سکیل سیوری هم نداره و خود شما خبر نداریم لا اله من میتونم سیب کفری میکنم که میتونم خیلی چند مشتبت مکل خودنو اگیلک چری میایی؟ بیا گیجی الان نگه یک ساعت و تصویر گریه میکنه به قبرستون که گریه میکنه ای که کنی مادر پپلو گم کرده باشم کی تو بیا یک ماسو پرسان کنو گریه نکن خوبه راست خوب کن که چکار کردی گردن به بعد این چیکار نکرده بابا بیا والا ببینید سکرده که چیزشو من حواس به نمیدک ندیدم سکرم سبک نشد که بگو سبک شده سعی میکنم بوشی بیام چون به کجا افتاده بیدم با سکر 5 اخت دادم هرچی برات خورم ندیدم من والا پیدا میشه او بفتا که کسی بردم با میدم نه خودم من چه کار کنم خودی شما چه کار کنم تو یک رای به دست بده چه کار کنم از زن خودی تو دارم تو یک رای به دست بده که من چه کار کنم خب نمیشه دیگه بخاطر یک بوجه برید بچه خود بکشیم خب گم شده دیگه چکار یک بوجه برید یک ما خرجتونه من کجا بیارم با برم بوجه برید دیگه بستانم علما بلایی بوده بلایی بوده اتر که سکیل وردارم این بلایی بوده علما بلایی بوده وقتی دیگه ادام نظر گم شو وقتی دیگه راست میگه پیار من
یک کلمی پیار من دروغ نیه. لالا خیریته. چلا منده نباشیم لالا جان. شکر جانجور ساعت خوبه. خوبه من خیری. شکر چه کاره چری تا یکی یک رقمی تا تاریخ میگری را میری. ماما جان شما یک فالواکون جادوگر چیزی بلد نی؟ چری فالواکون؟ من میرم همه سر خورفاش میکنم روی تاله من واکنه. من روی تاله من واکنه به ما بگه که توی بدبخته و خنکندی اردم شهید. خب تو کی هوشیار میشی؟ یعنی تو خود تو با خود خونی که یعنی من هوشیاری نیم ها؟ نه تو بگو یک مرتبه که بیای به ما بگه که برو انا تو 2 سال بعد 5 سال بعد انا هوشیار میشی که من بفهمم که من کی هوشیار میشم. یعنی گپ چیه؟ هوشیار نام خدا کد جوان ببینه. خوب کاکی چاق آباد سمت مقبول یعنی چی؟ بابا. گپ چیه؟ همیتا صبح من می آمدم بفهمیدین؟ خب همیتا می آمد همیتا می رفتیم رو به سراخ من عمل لپه اینو خب اسم پیار من حسن جزکله خب انا همیتا می آمد همیتا بیاد منه که انا پیش می تخت می تیر شدم برفتم اصلا کجا تیر شدی؟ ها. خب بوجی بر اینجا به ترک سکیل می بود. خب انا ما چون به کجا افتاده انا من میگم شما ندیدیم به کجا افتاده ماما. بوجی بر این جاتر که سکیل تو افتاده ها خب خود تو ندیدی که کجا افتاده؟ خب اگه من میدیدم ماما حاجی چهره حال گریه کرده بیامدی که من برفتم مثلا پیار مسلت که او بیلا تو دیگه عجب آدمی بودی بوجی بر این افتاده تر که سکیل تو خبر نشدی نشدم نه نه خدا او بوجی حالا گم شده دیگه بیخی نیفتی بوجی بر اینجا نه نمیفهم اینجا کی وردشته ندیدیم شما. لالا خدا میدانه اون نصیب کی بود شده بوجی بر اینجا که به تا کوچه بفته که روز 1000 نفر تیر میشه خدا میدانه نصیب کی بود شده باشه واله از او بوجی بر این دست بشرفه ماما اگه برم در سرا مردم سعی کنم من بر اینجا رو میشناسم. هم سرا مردم ها اگه برم سعی کنم دیگ پخته کردن به خل باشه من به مو بر اینجا به بوجی هم میفهمم نه پیدا نمیشه. به رفتی هم که عقل کمال نداشتی برو تو اشته میری در سرا مرتگه که تک تک کنی که تو بیا که تو میری مثلا تا دیگه رو سعی کنی من چون من بوجی بر اینجا میشناسم مرتگه به تا گوش نمیزنه بازم خیر باشه سقدی سر تو یک بوجی بر این بوده پیار من گردن بعد باشگنیه پیار من تا پست من بکن یه رو زرمل لغت نزد او عمر خوب پول ملا مچی ته نداده تو یکی بشری بیا او را اصلا جزکله بگن که شوروا سیرش گردن و من نون نمیخوره فهمیدی؟ خوبه دیگه خدا خیر باشه لالا خود تشویش نکن پیار که بگو سقدی سرمه خوبه رامو بوجی بر این جزمه بیشتر ارزش داره میگو افلا بیچارگاه